بچم، پیش هیچ کس سرخم نکن. همیشه سربلند باش. خدا یارت با. پراکنده لشکر نآید بکار. 200 مرد جنگی به از 100,000. تاریخ گواه است که تاجیکان ملتی دارای تاریخ و تمدنی قدیمه بوده. آیین دولت و دولتداریشان از 1000 ساله سیوم قبل از میلاد آغاز گردیده است. در طول تاریخ دولت تاجیکان بارها دچار تنزل گشته، دیگر بار احیا و تکامل یافته است. خلق تاجیک همچون ملت صاحب تمدن و دارای تجربه کهن دولتداری برای بنیاد دولت مستقل ملی در همه دور و زمان کوشش و تلاش ها نموده است. تاریخ نگاران تشکل خلق تاجیک را به 3 مرحله تاریخی جدا نمودند. دوره یکم، زمان تشکل و انکشاف دولت ساسانیان در حدود شمال و شرقی خراسان. دوره دوم، تشکل یابی دولت تاجیکان در ماوراءالنهر صورت گرفته است که در این دولت خلقیت های ایران شرقی از جمله باختری ها، خوارزمی ها و سوغدی ها زندگی می نمودند. مرحله سیوم، تشکل کامل خلق تاجیک در زمان سامانیان. از روی تفسیر تاریخ نگاران، تاجیکان تا زمانی به دست آوردن استقلالیت دولتی یعنی سال 1991 به هیئت دولت‌های زیرین داخل بودند. آموزش سرچشمه ها و بازیافت های تاریخی از آن شهادت می دهند که تاجیکان از آغاز دولتداری دارای عنعنه و طرز و اصول خاص فرهنگ دولتداری بودند. دولت و دولتداری در ایران زمینی باستان دوره های طولانی تاریخی را در بر می گیرد. طبق معلومات های باستانشناسی، سرآغاز دولتداری نیاگانمان و زمان پیدایش سلاله های آریایی، پیشدادیان و کیانیان بزرگ نسبت داده می شود. از روی معلومات های اوستا و هرودوت، دولت های قدیمترین در آسیای میانه اینها محسوب می یابند. ایریانم ویجا یا اریانم ویجا، فراهنای آریانا دخیوس استی. اولین دولت های در منطقه آسیای میانه پیدا شده پارت، باختری قدیم، خوارزم بزرگ، مرغیان، سوخت حساب می یابند. در این دولت ها خلقیت های مقیم زیرین اقامت داشتند: سوخت ها، باختری ها، فرغانیان، مرغیان، پارت ها و خوارزمی ها، اجدادان آریایی ها. یک جایه با این خلقیت های مقیمی، این چونین خلقیت های بادیانشینی، مسگت ها، سکایی ها و سکایی های هومورگه آن سوی سوخت نیز زندگی می کردند. شاهیگری باختر و خوارزمی بزرگ. طبق این معلومات ها به هیئت باختر سرزمینی امروزه تاجیکستان مرکزی، جنوبی، ولایت سرخندریا و شمال افغانستان داخل می شدند. سرچشمه های تاریخی موجودیت دولت سوغد، وادی زرافشان، قشقدریا و قسمت شمال تاجیکستان امروزه را پیش از هجوم هخامنشی ها معلومات می دهند. پایتخت این دولت شهر مراقند، سمرقند حاضره حساب می شده است. شغل اساسی مردمان این دولت ها هنرمندی، کشاورزی و چارواداری به شمار می رفته است. دولت های خوارزم، باختر و سوغد وارثان دولت کیانیان بزرگ و به واسطه اجدادان قدیمترین مردم تاجیک بودند. در آغاز 1000 ساله یکم تا میلاد، کیانیان بزرگ به این 2 حوزه تاریخی و فرهنگی جدا شده تا زمان پیدایش دولت مشهوری هخامنشیان مرکزی ایران زمین، آسیای مرکزی، باختر، خوارزم، سوغد به حساب می رفتند. دولت هخامنشی ها